شما دکتر هستم. خوش اومدیم به ویدیو. تو این ویدیو اومدیم بریم چند دست فاروارد فایت و بد باز بزنیم. خب برای کسایی که نمیدونم فاروارد فایت یه گیم مودیه که باید با فاروارد جامپ کنی و از این ور بریم اون و بده حریفتو بزنی و وین کنی. پیدیپی هم این وسط داره بازی. داداش بلاکه شد. فکر کردم من باید بیرم بیرم میراتی هم یه برای بچه من احتمالا از این کلیکری خفنی داره وقت میگیره بازدارش. خیلی هم داره خوب بلاکم میکنه. بود کرد بیا دارم بکشه کنم. سعی کنید همیشه برید طرف مخالف. میخواه برون و بپرید. چه کلاچ کردم. نمیگن کلاچ. کلاچ وقت قشنگ باشه. بابا کارا چی؟ بهت لخت بود. یه مشت دیگه هم بریم. من پیشنهادم اینه که سعی کنید همیشه شما زودتر از اون برسید. این دوباره همونه. سپیس بالا هست. چجوری داره اینقدر بلاک میذاره؟ منم بلدم. الان براش بفهمید. نمیده بریم. اوه 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 خیلی قشنگ بودم. بله حتما این کارا رو بکنید. نشد جفتشون زنده هم. یکیشون که من زدم. این مال خودم. تو هم مال خودم داداش. مال خودم مال خودم. خب بچه اینجا ما یه گریش میزنیم. حواسمون باشه بلاک تموم نکنه. اوه گرین مثل اینکه خیلی فکر کرده خفنه ولی نمیدونه. مثل اینکه واقعا خیلی بدم میاد. من دیروزو میکشم بعد میمیرم اونا میان. خیلی خوش میگذره. من با همین بلاکای کمم هم میرم. همه رو من میزنم. بله اونجا کلاش نمیکردم اونجا بودم. الان بوید بودم و داشتیم ناراحتی میکردیم. اوه گیرین اومد. گیرین فایت هم باش. من شوک دارم چرا منو میزنه.
الان درستش میکنم. یه جور این گیرینه رو بزنم. بزنم الان درستش میکنم. فایربال بزن خب. بزن دیگه، تو فایربالی هستی. ولی دیگه نداری بخوای بزن. دو تایی؟ مردم باقی الان فراری کردم. یعنی اینا دارن میان ولی من فرار کردم. با حواسم باشه یه لحظه روش کردم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خب بله بچه ما بردیم و ویکتوری گرفتیم. بله چه خوب. خب ممنون که ویدیو دیدین. خداحافظ.